به نام خداوند مهربان با عرض سلام و سپاس بینندگان گرامی و هموطنان عزیز به برنامه خودتان بازچی گپ خوش آمدید. حالا همراه برادر بابا جان قیومزاد هستم و انشاءالله مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. یکی از مشکلاتی که دیروز هم صحبت شد اون پایین روی قربی پول ملی و اقدام بانک مرکزی، بانک ملی تاجیکستان، اقدامی واقعا اشتباهی اون نست که میخوایم امروز مطرح کنیم. در شهر خوجند نمایندگی بانک ملی دلار رو به مشتریانش در حدود 7 سامانی و 89 دیرم فروخته است. این در حالی است که بانک ملی خرید دلار را به 7 سامان و 23 دیرم معین کرده است. پس اینجا میاد که خودی هم بانک ملی هم دارد نرخ را بالا میبرد. یعنی اونه که همه گناه ها را به بالای صرافان و اون نقطه های مبادله اسعار میکردن، پس اون اتهام ها به اساس بودن و همون کارشناس ها هم میگفتند که این بالا روی قرب دلار و پایین روی پول ملی نه به تبادل، نه به نقطه های مبادله اسعار دارد و نه به بانک ملی. این وضعیت بحرانی که ما داریم، مخصوصا روسیه دارد و اون پولی که مهاجرین کم میفرستند و اون حادثه که در چین رخ داده، اینها سبب شدن که قرب ملی پایین می رود و کارشناسان میگن میره با از این هم زیادتر می شود. این هم در حالی است که در بازار سیاه 8.5 سامان است، یعنی $1. پس ما یعنی متاسفانه در کشور ما، در کشورهای غیر دموکراتی، اونهایی که بالای اونها اتهامات میکنند، میچسبانند و میگن مثل صرافان بیچاره، اونها باید بگن که بسیار خوب، شما ما را منع کردید و ما را متهم میکردید که شما سبب هستین که این قرب دلار رو بالا میبرید و سبب پول ملی رو پایین میبرید. بسیار خوب، خود شما فعلا اقدام رو به دست گرفتید و خود شما هم که حتی بانک ملی 7.23 اعلان کرده است، میبرند در دیگر شهر حدود 8 سامانی میفروشند و اینجا کی رو گناهگار میکنید؟ بله. و بعد یک چیز دیگر هم این هم هست که این قطارهای زیاد که مردم وقت صرف می شود، اینجا یک مشکلاتی که مثلا اون مشتری ها رو برو میشن، یعنی در یک شهر خوجند یک جایی را معین میکنید برای اینقدر صرافان، اینقدر مشتری ها و صاحب کارا کافی نیست. برای یکی از همین مشتری ها به رادیو آزادی گفته است که از صبح تا ساعت 2 بیگاه منتظر کرده است و حال دور اون آمده است. یعنی 119 آدم بوده است در حساب همون قطار و حالا نوبت اون رسیده است و گفته است که باز کسانی هستند که از دیروز در نوبت هستند. واقعا عجیب است و این تأثیری خیلی بد دارد در جامعه ما. یک واقعا باید مسئولین ما درک کنند که این بحرانی آسان نیست. همون گونه که قزاقستان به خاطر همین بحران با فروش کارخانه‌هاش سر کرده است. بله. خب اینها میخواهند با زور چنین بحران رو کنترل کنند. خب مسئولین محترم باید واقعا میگم اینا که درک کنند که در کشور این چیزی خیلی ساده است. یک باید اگر هر کس که به این توجه کنه درک میکنه که در کشور مردم احتیاج مردم به دلار کی کم میشود یا طلبات مردم به دلار کی کم میشود و دلار در اختیار حکومت میماند. زمانی که حکومت ما یا که خود در داخل کشور، نه تنها حکومت، حتی اگر همین تجارتی صاحبکاران عادی، صاحبکاران خصوصی هم اگر اینها توانی استحصال کردنی مواد اولیه روزگار رو داشته باشند در کشور، مثل آرد و روغن و نمیدونم این چیزای خوراکی برای مردم لازمی، اگر در داخل کشور تامین شود، مردم اینقدر رو به دلار نمیارند. چون که مردم همون پولی که میگیرن دوباره میتونن که از همونجا خرید فروش در داخل کشور صورت بگیرن. ولی امروز ما این رو نداریم. حتی برای خریدن آرد، شکر، نمیدونم چای، برنج، کمترین تمام چیزا ما باید که پول رو جمع کند یک آدم
و اون را دوباره به دلار تبدیل کند و برود از خارج اون را وارد کند. بله. او مواد اولیه رو. این است که نمیتوان با چنین در چنین صورت نمیتوان پیش راهی بلند رفتن قرب سومانی دلار رو در کشور یا که پایین رفتن قرب سومانی رو گرفت. چرا؟ چون که استحصالاتی وجود ندارد. و در داخل کشور سامانی وقت کار میکند سامانی ما که همون موادی که از خارج وارد میشود وجود داشته باشد. وقتی موادی که در داخل کشور هست تمام شد دیگر کشور قدرت این رو ندارد که اون رو در داخل خودش استحصال کند. مجبور میشود مردم پول، اگر حتی پول هم در دست ها بماند دیگر اون چیز نمیشود. برای همین واقعا مشکل است. یعنی اینا باید درک کنن مردم. بله، صاحبکاران بسیار صاحبکاران هم شکایت کردند که حکومت نقطه های مبادله اسعار بسته است. ولی در مقابل تنها چند بانک را اجازه داده است که اونجا مردم بگن و اونها میگویند که وقتی اونجا میروند اونها میگویند که یعنی مشکل پیش میارن، بهانه پیش میارن که دلار نیست، این طور نیست، اون طور نیست. یعنی باز میریم به همون واقعیت که نباید ما رو بیاریم به بازار سیاه، زیرا بازار سیاه مشکل بیشتر میکند و مردم در مشکل زیادتر یعنی مشکل بیشتر مواجه می شوند. برای همین خاطر بسیار خوب می شود که حکومت در این مسئله با زوری با منع کردن جریمه های هنگفت تکیه نزند، بلکه واقعیت را قبول بکند که می خواهیم نمی خواهیم این واقعیت است و باید این را قبول کرد و کاری کرد که از راه طبیعی پیشگیری شود. اصلا اکثر کشورهای دیگر منطقه قبول کردن بحران، درک کردن که چنین یک بحران وجود دارد و ستادهای مخصوص تشکیل کردن. ولی حکومت ما نمیخواهد حتی برای این بحران هم یک چیزی خاص تشکیل کند، دعوت کند از کارشناسان واقعا ورزیده مثل کارشناسان اقتصادی منظورم که همون مسئله رو واقعا از نگاه علمی، از نگاه منطقی و مطابق با شرایط ما بررسی کنند و راه حل پیشنهاد کنند. بله. با چنین منع کردن و فشار آوردن آخر تا کجا میرویم؟ بیایم از این روش ها بگذریم، روش های نو را پیش بگیریم. دعوت کنید از کارشناسانی که داریم، حتی از کارشناسان خارجی بیاین دعوت کنید و برای این بحران مثلا اقتصادی کشور راه حل پیدا کنید. و همچنین نباید صرافان رو همیشه متهم کرد. برعکس اونها بودند که قرب سامانی را حفظ کردند در بسیار حالت ها و اونها چند هزارها هست در تاجیکستان، ده هزار صراف هست. باید با این قشر مشورت میکرد که چی باید کرد که به اینها ضربه نزنیم. امروز اکثر اونهایی که جریمه شدن چقدر بسته شدن، چقدر مشکل مواجه شدن، نه تنها خودشان بلکه اون خانواده‌هایی که از حساب این چند صراف زندگی میکردن که متاسفانه همین حادثه است. یک خبر دیگر این است که ترکیه با عدد کلان از کشورها از جمله تاجیکستان نظام روادیدش را قطع کرده است. میخواهد قطع کند. یعنی این هم در آینده میخواهد در تابستان آینده قطع کند، زیرا اتحادیه اروپا که ترکیه میخواهد به اون بپیوندد از ترکیه طلب کرده است که این نظام روادیدی خود را بازبینی بکند و با برخی یعنی بیش از 88 کشور نظام روادید رو جاری کند از جمله تاجیکستان. و واقعا هم یک از دستاوردهای سیاست‌های خارجی ما همین بود که در چند سال اخیر که توانستند که چندین کشور شهروندان تاجیک به ویزا بروند و این یک موفقیت بود. ولی متاسفانه دیده ایستادیم که این ما با مشکل ها که ربطی به این تاجیکستان ندارن بلکه به مشکلات خودی ترکیه و اتحادیه اروپا ربط دارد و این به نظر من عواقب و پیامدهای خوبی برای ما ندارد. تاثیر این لغو روادید تنها با سیاست خارجی ما نیست، یک تاثیر اقتصادی هم دارد، چون که اگر شما اهمیت داده باشید اکثریت اونهایی که به ترکیه سفر میکنن از کشور ما یک تاجران هستند و در این یک سال اخیر تقریبا چند ماه اخیر به خصوص مهاجران کاری هستند که با بد شدن وضعیت اقتصادی روسیه با وجود آمدن بحران اقتصادی در روسیه اونها رو آوردن به ترکیه
و امروز با ترکیه برای مهاجرت کاری میآیند و در اینجا یک بگیم که همون قطی لایموتی خانواده های خودشون را پیدا یک میکنند. بدیل، بله، یک جایگاه بدیل یا جایگزین برای روسیه بدین ترکیه برای آنها و امیدواریم که این نظام به هر حال در شکل اگر لغو هم شود در یک شکلی باشد که با تأثیری بدتر نگذارد به کشور ما و مردم ما بتونن به هر حال از اینجا هم برای خودشون برای رشد اقتصاد و زندگی خودشون بهتر کردن خانواده سطح اقتصادی خانواده های خودشون از اینجا هم استفاده کردن. بله، حداقل امید داریم که خدا کند که این لغو به پرگی اجرا نشود، بلکه بگذار حداقل در فرودگاه اون نظامی که هست نظامی روادید در فرودگاه ها این جاری شود در بدل رغم پرگی روادید که خیلی گفتید که صاحبکاران ما خیلی چیزها رو زیادتر تکیه داریم به ترکیه، به این محصولات ترکیه خصوصا لباس و این ها و واقعا این ضربه میزند و امیدواریم که این حادثه رخ ندهد. خوب، باز چی گپ دیروز خبر شد که پدر شما بابای تقای مراد قیموف را برای صحبت دعوت کرده بودند و برده بودند و امروز هم خبر آمد که گویا اون رو یعنی شعبه امنیتی کلوب هم دعوت کردن و در عموم اگر در این مسئله شما کمتر روشنی میانداختید؟ بله درست است. راستی دیروز پریروز بود وقتی که با خانه تماس داشتیم صحبت می‌کردیم گفتن که 2 نفر رفتن به خانه ما و از پدرم دعوت کردن که باید بعد دوشنبه به اوباب برود. اول نگفتن اول که کجا برود، فقط گفتن بعد دوشنبه برود و در دوشنبه اگر وقتی که رسید زنگ زد اونا خودشون پیدا میکنن، بعد میگن کجا برود چیکار کنند. هم خیلی خلاصه پدرم خب آدمی 66 ساله، آدمی مسافر، آدمی خب شما فکر کنید یک مسافر چه خیلی براش مشکل است که و خصوصا در زمستان اونا میگن که شما نمیدونم خانه قرضدار است از خانه یک خانه که سال 2006 فکر کنم یا 2007 2006 فکرم اون خانه رو فروخته بودن. ما اون خانه که یک وقتایی در ایرپورت زندگی میکردیم اون خانه رو فروخته بودیم. اون خانه به نام همسرم بود. اول گفتن اون افورمید نشده است، نمیدونم چی هست چی نیست. خلاصه با یک همین خیلی چیزایی رفتن. وقتی که رفتن با یعنی مسئله یعنی خانه است و بله گویا که مسئله این است مطرح کردن، ولی خب رفتن در واقع همون قضیه که ما باید ساکت باشیم، ما باید صحبت نکنیم. ولی یک چیز در این برخورد چون از برخورد پیشین فرق میکرد. پدرم هم بسیار چیز میکردن. خب میگفت که این دفعه با من خیلی با احترامانه صحبت کردن، با مثلا هیچ تحقیر و زورآوری هیچ گپی نبود. مثلا خیلی با یک حداقل در یک بگیم که مناسبت انسانی بود. بله واقعا این یک پیشرفت است در کشوری ما که ما با این حداقل میفهمیم که یک قدم دارد این کشور به پیش می رود و این هم سفری رئیس جمهور به سعودی هم شاید به تاثیر نباشد. و این یک چیز است که من در این باره وقت نمیخواستم راستی به رسانه ها و اینا درس کند، ولی خیلی دیر شده بود و از پدرم هیچ خبری نبود. وقتی که میپرسیدم میگفتن ما تو حال نمیدونیم کجا هست، وقتی که خب بعد رسانه‌ای کردیم و اینا خب فهمیدم که با صحبت کردن اونا جواب دادن. رفت است به خونه خواهرم در همون شهر دوشنبه. بعد از این وقتی این صبح من صحبت کردم با پدرم که خب چیکار میکنی کجا، دوباره خیلی ناراحت بود. خب دیگر چیز خب حاضر من میخوام نماز جمعه بروم. باز به من زنگ زدن از امنیت کلاب که میخواستیم بریم خونتون ولی خب شما فهمیدیم نیستین، در دوشنبه هستین، کجا هستین؟ گفت من شما دعوت کردین اومدم همینجا برای همین. خوب این از صحبت کردم وزیر در دوشنبه هستم برمیگردم. گفتن خب وقتی برگشتی باید امنیت کلوب بیایی. بله. خب شما امروز وقتی که صحبت کردم چون قریب وقتی نماز جمعه بود، گفت پدرم بعد از نماز جمعه است دوشنبه برگشته است به کلوب ولی چون دیر شده است گفتن فردا باید برود به امنیت. حال نمیدونم ولی جزئیات صحبت چی خواهد بود، ولی
یک چیز رو میخواهم بگویم راستی از این پیام وقتی که صحبت میکنم مثل که نام کسی که پدرم رو دعوت کرده است عبدالخالق بوده است صحبت میکرده است. من از برادر عبدالخالق خواهش میکنم و میخواهم آشکارا بگویم بیایید با هم همچون دشمن صحبت نکنیم. ما دشمن نیستیم. من واقعا میگویم ما هرگز دشمن ملت کشور و وطن خود نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود. ولی یک چیز رو بدونیم اگر شما واقعا برای ملت ما برای ملت کشور دلتون میسوزد میخواهید برای این ملت این وطن خدمت کنید بیایید با هم دوستانه صحبت کنیم. با هم همچون باشد من رو همچون رقیب قبول کردید اگر من رو همچون رقیب میدونید با من صحبت کنید. باور کنید سیاست هایی که شما امروز در پیش گرفته اید امروز با دعوت کردن مثلا خویشاوندان و خانواده و پدر و مادر مخالفان سیاسی با این راه شما وضع را بدتر میکنید. چون که باور کنید پدر من از این که میآید میرود خسته میشود ناراحت میشود نفرتش نسبت شما زیاد میشود نفرتش نسبت حکومت زیاد میشود برادران من ناراحت میشوند اطرافیان خویش تبار من ناراحت میشوند که چرا این کارو میکنند. خب این شما یک من نیستم خویش تبار من تمام اونها رو شما در مقابل خودتون کرده ایستادید. من شخصا نمیخواهم من نه در کشورم ناآرامی میخواهم نه در کشور یگان بی‌ثباتی میخواهیم ما اصلاح میخواهیم. من امروز احساس میکنم که شما چی میخواهید از من درک میکنم چی میخواهید از من. خب من نمیگویم من یگان اگر شما در کدام سخن من میتوانید تروریست بودن من رو اثبات کنید کجا من در کجا مردم رو دعوت کردم که بیاین دست به مثلا یک خشونت یا شاید بگن غیر مباشر دعوت به ناآرامی ها میکنید. با کدام ناآرامی؟ ما اگر ببینید ما اصلا هیچ ناآرامی رو نخواستیم در هیچ وقت و هیچ وقت دعوت به ناآرامی نکردیم. این واقعیت هست. من حاضرم دارم وقتی که صحبت میکنم درباره چی صحبت میکنم درباره این صحبت میکنم که مثلا قرب سامانی بالا رفته است. خب بیایم مشکل رو پیدا کنیم. مگر این گپی بد است؟ بیایم مشکل رو پیدا کنیم مسئول این رو پیدا کنیم مشکل حل شود کشور ما پیش برود. من میخواهم اون پدر من در یک زندگی سزاوار داشته باشد یک زندگی شایسته و بهتر داشته باشد. مادر من در تاریکی در خنکی در سرما زندگی نکند یا زندگی بهتر داشته باشد. مگر این خواسته زیاده است؟ مگر این تروریسم است؟ من همین رو میخواهم. من میخواهم آزادی داشته باشم. من میخواهم مردمی من وقتی که میخواهد به مسجد برود آزاد باشد وقتی که میخواهد در یک جا کار کند درس بخواند فرزندی من خواهری من دختری من اون میخواهم آزادی خودش رو داشته باشد در انتخابش همچنانی که دیگران آزادند. میخواهم این رو داشته باشند. اگر این خواسته تروریستی باشد ولی برادر عزیز شما عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی که ممنوع شد و همچون سازمان تروریستی بود شما عضو اون ریاست عالی این حزب هستید؟ بله هستم. شما ببین من عضو ریاست عالی حزب هستم. بله. و پدر من مادر من اونها چی؟ بله. اون مگر اون عضو ریاست عالی حزب است؟ اصلا شما بیاید یک بار حتی اگر باشد حتی اگر عضو حزب باشد یا عضو ریاست باشد خب در حالی که این تهمت را بالای نهضت بار کردن و او را تروریستی اعلام کردن. خب بعد از اونه که تروریستی اعلام کردن مگر کسی در داخل تاجیکستان با نام نهضت یا که در نهضت فعالیت دارد؟ ندارد دیگر. بله. قبل از این اگر بعد از این که شما تروریستی اعلام کردید کسی در اون فعالیت کرد اون وقت حق دارید. ولی اونهایی که فعلا در بازداشتگاه هستن علیه اونها کودکس جنایتی اعلام می شود اون شرکت و عضویت در سازمان های ممنوع و اکستریمیستی هست. خب ولی اونهایی که پیش از منع شدن حزب نهضت درست است. من میگم حاضر شما یه بار فکر کنید ما کلا این رو میدونیم. ربط دادن به نمیدونم با چی میگم شورش حاجی حلیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو با شورش حاجی حلیم یا ربط دادن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به هر یک چیزی که مربوط به تروریسم باشد اصلا یک چیز میگن تهمت است دروغ است اینا همه میدونن. و
ما در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای صبر و تحملش همیشه انتقاد میشد از جانب دیگران. چگونه میتواند تروریست باشد؟ واقعا هم این رو هم مردم تاجیک ملت ما علاقه میدونند. این دایره یک دایره منفعت جو بود که بر خاطر همون منفعت خودش حزب تروریستی اعلام ولی در رسانه‌های خبری در رسانه‌های حکومتی می‌بینیم که اونها میگویند که هرچند حزب این سیاست‌ها در ظاهر بود ولی رهبریتش قصدهای دیگری داشت، از جمله برانداختن نظام کنونی کشور. خب خود شما یکی از مسئولین حزب بودید، آیا این چیزا داشتید؟ من ندارم، ما نداشتیم. خب پس کی داشت در حزب؟ شما اگر نداشتید کی داشت؟ همچون سخنگوی رئیس حزب در تاجیکستان اگر شما نداشتید در حزب کی داشت؟ آیا شما از نام کسی سخن میگفتید که در آینده چیزی مثلا در پشت پرده چیزی داشت؟ به نظر شما چرا این گپ‌ها را این چنین اظهارات ها چنین نظرها را میخواهند در مابین مردم رواج بدهند که یعنی در عموم اعضای عامه حزب نهضت اعضای عادی شهروندان تاجیکستان هستند، جزء این کشور هستند، ولی اون رهبرانشون بودند که واقعا میخواستند این نظام را دیگر کنند و در این آشوب دست داشت. البته این یک طبیعی است که میخواهند بین اعضایان و رهبریت نهضت بین جانبداران و رهبریت نهضت یک اختلاف یا که فاصله را ایجاد کنند، ولی من مطمئنم موفق شدن؟ نه، اصلا در این کار موفق نیستند و مطمئنم که موفق نخواهند شد، چون که هر یک نهضتی میدوند که رهبریتش چی میخواست و هرگز رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ یک زیرتابه خود یا که مثلا اعضای نهضت در یگان سخنانیش نگفته است که شما مثلا ما در آینده میخواهیم یک حکومت رو تغییر بدهیم. یک حزب اگر میخواهد هر کاری بکند با کی میکند؟ با جانبداراش میکند. همین خلاص. اگر جانبدار شما از هدف شما آگاه نباشد از دم شما میرود؟ طبیعی است که نمیرود. بله. ولی شما فکر کنید که همین اعضای نهضتی که امروز میگویند که مثلا شما مشکل ندارید اونو دارید، اونا خودشون میدونستن که رهبریتش چی میخواهد. اونا حاضرن میدونن که رهبریت نهضت هیچ وقت نمیدونم کودتا نمیخواست، جنگ نمیخواست، ناآرامی نمیخواست. بلکه رهبریت رو انتقاد از رهبریت انتقاد میکرد که بسیار سیاست های تحملگرایی صبر تحمل میکنید. شما درست است. خب وزارت عدلیه پیش از اینکه حزب نهضت بسته شود از حزب نهضت خواست که حزب نهضت فعالیتش رو خودش ممنوع اعلام کنه. چرا نکرد؟ ببینید وقتی که یک حزب رسما فعال است در جامعه، وقتی که رسما فعالیت ولی میگوید که عدد بیشترین دفترهایش فعال نیستند. خب این اسپکتاکل هایی که در چیز جریان داشت شما هم شاهد آن بودید. مثلا در یوتیوب هم گذاشتن که در فلان جا جلسه تشکیل شده فعال نبوده. برای مثال در ناحیه قمسنگیری شما چی فکر میکنید؟ نامزد بودید در قمسنگیر. شما فکر میکنید حزب وجود ندارد؟ حاضر مثلا وقتی که چیز کردن شما فکر میکنید نیست؟ شما راضی هستید با این گپ؟ نه. پس چی دیگه سوال مانده است؟ قرار است حکومت جمهوری جلسه وسیع در همین ماه سال که همه ساله برگزار می شود برگزار کند و احتمال دارد که چند از وزیران و مقامداران ارشد کشور عوض شوند و کادرهای نو بیایند و در این بعضی ها این رو مرحله دلزنکی مقامات مینامند. ولی به هر حال در اینجا رادیوی آزادی چند کارشناس در این مسئله پرسان شده است که یکی پرویز مولاجان این تحلیلگری امور امنیتی تاجیک در این مسئله گفته است که با رفتن یک گنرال و آمدن گنرال دیگر در فعالیت نهادهای قدرت تغییرات جدی پیش نمی‌آید و میگوید که در این سیستم باید اصلاحات گسترده انجام بگیرد و دستمزد کارمندهای نهادهای امنیتی و انتظامی بالا برده شود تا آنها به فساد دست نزنند. این واقعا هم یکی از
قدرتترین نهادهای در حکومت این نهادهای قدرتی هستند که از صلاحیت‌های خیلی زیاد گسترده برخوردار هستند. ارکادی دوبنو شارح معروف روس هم در این باره گفته است که هنگام تعیین کادرها در مقام‌های امنیتی رئیس جمهور تاجیکستان نمیتواند از مشورت‌های اطرافیانش بخصوص خانواده‌اش صرف نظر کند و تا جایی به مشورت‌های آنها پایبند هم هست. دوبنوف این روند رو در میگوید که در ازبکستان و قزاقستان هم وجود دارد. یکی از تحلیلگران تاجیک که نخواسته است نامش ذکر شود، اون گفته است که در 2-3 سال اخیر در محیط سیاسی تشبث در اختیار نهادهای قدرتی گذاشته شده است و قدم اول را آنها یعنی میبردارند. یعنی نهادهای قدرتی واقعا صلاحیت‌های زیادی داده شده است و در همه بخش‌های زندگی، چی سیاسی، چی اجتماعی، چی اقتصادی دخالت میکنند و حتی در امور حکومت‌های محلی اینها هم بسیار دخالت میکنند و بعضی وقت دستور میدهند و اونها هم ناراحت میشن و این کارشناس میگوید که سبب این هست که یک مرحله انتقال قدرت از رئیس جمهور به فرزندش وجود دارد که حکومت تاجیکستان به خصوص رئیس جمهور به تکیه بالای نهادهای قدرتی کرده است و اینجا این کارشناس احتمال میگوید که احتمال میرود رستم امامعلی باز در یکی از این نهادهای قدرتی معاون تعیین شود تا اینکه از روند کار در این نهادهایی که برای حکومت خیلی مهم است با خبر شود و تجربه سیاسی بیاموزد. بله، مثل همون که در کشورهای آذربایجان و سوریه اتفاق افتاد، فرزندان به جای پدر آمدن. بله. و شاید این هم یکی از ابتدای چنین کارها باشد. و مسئله دیگر هم هست که اصلا در چند سال اخیر اگر شما دقت داده باشید گرندهای کلان و سرمایه‌گذاری‌های کلان بالای بخش نیروهای قدرتی کشورهای آسیای مرکزی و منطقه اطراف افغانستان زیاد شده بود. بله. و این هم در جابجایی به تاثیر نخواهد بود. بله. و در انتخاب وزیران یا اینکه مسئولین آینده این وزارت‌ها حتما تاثیر خواهد داشت که مثلا بخصوص در سالهای بعدی هم تخمین زده می شود که سرمایه گذاری یا اینکه بودجه این وزارت‌ها از دیگر وزارت‌ها بیشتر خواهد شد و این میتواند یکی از دلایل دقت کارشناسان بالای این وزارت‌ها باشد. بله، بعد این بحران اقتصادی و بحران سیاسی که کشور مواجه است احتمال نیز می رود که رحمان باز بیشتر به همون سیاستی نپاتیزم یعنی اون خشتبار بازی تکیه بکند و بالای اونها بیشتر صداقتی که یعنی خشتبار و خصوصا اون محلی که اونجا زاده شده است بالای اونها تکیه بیشتر بکند و اونها مثل که هر سال میبینیم که در هر یک مرحله جدید باز حکومت تاجیکستان بیشتر به خویشاوند پرستی و مقام‌های خویشاوند برای مقام‌های ارشد و مهم به خویشاوندان داده می شود و مشاهده می رسد. یک سایت توج نیوز یک نظرسنجی گذرانده است که در آن سوالش این است که دعوت محی الدین کبیری توسط ایران را چطور قبول میکنید؟ در این نظرسنجی که گفته است که چطور قبول میکنید حدوداً 64% خوب گفته است و تقریباً 23% گفته است که کار خوب نشده است و 7% گفته است که کار معتدل بود، هیچ باید از این میشه. ببینید 37% گفتن که جمهوری اسلامی با دعوت محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی ادب حکومت تاجیکستان را نشان داد. با اون اقدامی کرد، یک تعذیبش کرد و گفت که نباید تو این کار میکردی. و همچنین از همون 64% باز 27% دیگر گفته است که ایران با این عمل کفیل صلح تاجیکان بودنش را ثابت ساخت، نشان داد. یعنی حدوداً
64% که کم نیست و اون اگر 7% هم اگر اضافه کنیم به خاطر اونها هم گفتن کاری یگان مشکل نباید از این تنیش یعنی بیش از 70% موافقی رفتنی یعنی پذیرایی معاهده کبیری از طرف ایران بودند. اکنون شما از این نظرسنجی ببینید ما چند تا خلاصه میتونیم بگیریم. خب اولینش این است که هیچ کس با تروریست بودن معاهده کبیری باور ندارد، یعنی 70% بله تروریست بودن معاهده کبیری رو قبول ندارن. بله. اولش. دومش این است که 70% با چنین سیاستی حکومت مخالفند. بله. با چنین عملی حکومت مخالفند. بله. یک دلیل دیگرش این است که دلیل دیگر این نظرسنجی این است که ما مردمی ما الکی به این نکته پی بردند که هر مثلا اون تبلیغات تهمت انگیزی که نمیدونم مفتی تاجیکستان امروز ها در نماز جمعه و در دیگر جاها سر داده است بر اتهامی نمیدونم شیعه‌گری و یا اینکه پانتورکیستی و دیگر میزدن، دیگر مردم درک کردند که یک انسان، یک شخصیت، یک حزب میتواند که با کشورها، با افراد، با گروه‌ها ارتباط داشته باشد ولی تاجیک و مسلمانی واقعی باقی بماند. همچنانه که امروز مثلا استاد کبیری نه تنها به ایران، در ترکیه بود، به سعودی هم سفر کرده است، به قطر هم سفر کرده است، در الجزیره سخنرانی کرده است، مصاحبه داده است و پذیرایی خیلی خوبی از اون شد. هم پذیرایی شد. به ایران هم همچنین که رفته است و در اروپا هم بوده است، در امریکا هم بوده است، ولی در همه جا اصلا از در امریکا در وزارت خارجه و با اونها صحبت میکرد، ولی در همه جا از هویت تاجیکی خودش دفاع کرده است، حفظ کرده است اونا و از منافع ملی کشورش حمایت کرده است و این مردم الکی درک کردن. پس با این چیزی که ما در اینجا میبینیم 70% مردمی ما به این نکته پی بردن و ما دیگر نمیتونیم بگیم که مردمی ما نمیفهمند و ما باید تصمیم بگیریم. این غلطی هست که دیگر این رو نمیتونن بر مردم تحمیل کرد. بله 5% گفته است که دعوت معاهده کبیری به ایران خیلی بد بوده است و این کار منفعت‌های حکومت فعلی رو زیر پا کرده است و 17% دیگر گفته است که عملکرد جانب ایران به حرمتی سیاسی است. یعنی یک حدوداً 20% که این رو گفته است و حق هم دارند و اینم حق هم هست، ولی اکثریت به این نظر هستند، نه تنها به این نظر هستند که میگویند که این حق رو دارد حزب نهضت و از جمله معاهده کبیری که به ایران برود یا به کشور عربستان یا دولت ها برود. برعکس باز در افزون بر این میگویند که نه، ایران و دیگر کشورها کفیل صلح بودند، باید از این هم بیشتر در برابر این پایمالشوی صلح و شکستن صلح اقدامات جدی‌تری باید اتخاذ بکنند. یک خبر دیگر که متاسفانه ظهر امروز در تاجیکستان رخ داده است، این زمین لرزه 3 بلد است که رخ داده است. الحمدلله که یگان تلفاتی نداشته است. خداوند کشور ما رو حفظ کند از تمام آفت‌های طبیعی و غیر طبیعی. به هر حال برادر مفتی سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان در خطبه امروزش مثل خطبه پیشینش باز از معاهده کبیری و از ایران صحبت کرده است و ایران را متهم به پشتیبانی از تروریستان کرده است. مثل اینکه جناب مفتی منبر مسجد را با میزی چیزی وزارت خارجه اشتباه گرفته است شاید. ولی این بیچاره مردم میروند میخواهند اونجا از قرآن و از سنت بشنوند، ولی باز میروند اونجا یک رکلام حزب نهضت رو میشنوند که حزب نهضت این است و ببینید که کارشناسان هم چیزای جالبی گفتن. بله عبدالقادر زاده گفته است که در حالی که ماه سپتامبر دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را به فهرست احزاب تروریستی شامل کرد و فعالیتش در قلمرو این کشور ممنوع کرد. دعوت رسمی رهبر این حزب به تهران چگونه باید توضیح داد؟
حال روشن شد که از این حزب تروریست و رهبر آن حمایت و پشتیبانی می‌کنه. یعنی میخواهد بگوید که با این دعوت محیدین کبیری به اون کنفرانس معلوم شد که ایران از این حزب و رهبر آن حمایت سیاسی و پشتیبانی مالی میکند. پس سوال اینجا است که شما همراهی خودی مفتی همراهی برادر سلیمان دولتوف رئیس کمیته دین و برادر اون رئیس مرکزی اسلام شناسی نظیر پرزیدنت شرکت کردند. پس شما هم برای حمایت سیاسی و پشتیبانی مالی رفته بودید. اونها که منبر در دست دارن هر چیزی بخواهند میگویند و کسی نیست که اونها را بگوید که بسیار خوب شما بسیار خوب اون را متهم شما رفتید، شما هم پس ما شما را هم بگیم که شما هم برای پشتیبانی مالی و برای حمایت سیاسی رفته بودید. چند نظر کاربران که در این مقاله و یا در این خبر کامنت دادن به سمع شما میرسونیم. یک نفر به نام شهروند گفته است مفتی محترم با سخنگوی کمیته امنیت هستید یا اهل تقوا؟ این خیل اظهارات را در عالم متمدن با دلیل مقامات امنیت یا پلیس پخش میکند. خواهش من همین کشور ما رو بیشتر از این شرمنده نکنید. هر کس باید جای خود را داند و در محدوده صلاحیت های خود سخن بگوید. این چی گپ است؟ شما گفتید که اون جای وزیر در وزارت خارجه باز اینجا اومد میگوید که بله واقعا همه این رو میفهمد. امروز این دیگر این سوالی ما نیست، این سوالی همه ملت هست، همه مردم است. یک به نام مهاجر گفته است که جناب اون به دیگر کسی چی کرده است انسان باید واقعیت رو بگوید. مگر محیدین کبیری تروریست است؟ مگر نظرزاده کارمند حکومت نبود؟ گلمراد چی؟ پس چرا تمام اعضایان حکومت را بعد تروریست شدن گلمراد تروریست اعلان نکردید؟ منطق کو. نخود شما فکر نمی کنید که روی راست نسبت کبیری تهمت دارید و این تهمت شما نزد خداوند جواب دارد. ایران کار درست کرد و به حکومتداران تاجیک عموما از خود رفته‌اند یک هشدار بود. معلوم نیست که بعد 5 10 20 سال تاریخ و ملت تاجیک به این واقعه چطور بها خواهد گذاشت. حالا که قدرت در دستتان هست کسی که نسبت سیاست شما تنقید میکند با او نشانه تروریستی میزنید. یک دیگر به نام مفتی جان گفته است که مفتی جان بهتر است که خاموشی پذیرید. برای یک کنفرانس شده اینقدر اغوا انگیزی نکنید. بهتر است که با همسایه ها هم فرهنگ ها مناسبتمون رو بد نکنیم. به این هم که اقتصادیاتمون رو به پسروی به ایست رفته ایستاده است. یعنی اینم از سید مکرم خواهش میکند که به این چیزها رو داده نشود، از این صحبت های سیاسی در نماز جمعه خودداری کند. اپای فیض‌نیسا واحدوه یکی از فعالان و حقوق شناسان مشهور کشور هم در این باره واکنش نشان داده است. گفته است که این عقیده مفتی فتنه و انگیختن نظام می باشد. دین از دولت جدا است. چرا مفتی با سیاست کار میگیرد و وطنمان را با راه فتنه با ناامنی دچار می سازد؟ مسجد که خانه خدا و عبادت خانه است به سیاست خانه تبدیل داده، به جای آنکه نصیحت و پندی شرعی و اسلامی کند به سیاست دولت مداخله می کند. چرا لجام او را نمی کشند که با این فتنهش بین دو دولت یعنی ایران و تاجیکستان بدبینی و نفاق میکند؟ چی نفاق میکند؟ ثبات جامعه را خللدار و به مناسبت دو دولت داغ میارد. آیا این مفتی فکر نمی کند که با این سخنرانی و عقیدهش عملا دو دولت را با جنگ و جدال دعوت میکند؟ چرا کمیته امنیت خاموش است؟ باز در برابر در واکنش به این خبر اظهارات مفتی در سامانه آزادگان هم بعضی ها واکنش نشان دادند و یکی با شوخی آمیز گفته است که ژورنالیستان بلایید
مسجد برای نماز خواندن می رود یا برای خبر جمع کردن؟ بله. این بسیار انسان شوخ بوده است و میگوید که شما برای نماز خواندن میری یا برای گرفتن خبر. یکی دیگر گفته است که مفتی به نام مسافر گفته است که مفتی در مسجد نماز نمیخونه، ژورنالیست میخونده. مسجد مرکزی مجلسگاه حکومت شدگی، التماس چاپ کن. یکی گپ به نام اریتمتیکا، نام عجیب اریتمتیکا، میگوید عجایب این کبیری را به بن لادن اکنون برابر کردین. او اگر امریکا او را فهمند به تاجیکستان ارمشه میدرارند. هوشیاری سیاسی رو از دست ندید. یعنی که شما مویدین کبیر رو با بن لادن برابر کردید، اگر این امریکا بفهمه باز نشود که مثل افغانستان ارتشش را برد. واقعا هم مردم به این سخنان عبدالقادر زاده واکنش های تون نشان دادن و حتی بعضی وقت شوخی هم با شوخی جواب دادن که نخود شما مفتی هستید، در جای پند نصیحت اسلامی شما به کارهایی که وظیفه امنیت کمیته امنیت است یا وظیفه وزارت خارجه است یا وظیفه سخنگوی وزارت خارجه است، شما در جای این شما کارهای اونها را انجام میدهید. یک خبر دیگر این است که یک ساکن دوشنبه با کد یک جوان حصاری را زده است، حمله آورده است و در برابر اون پولهایی که از اون در پول و تلفن‌هایش را از او ربوده است. یعنی خیلی که پیشتر هم گفتیم بحران اقتصادی واقعا جامعه را مشکلات اجتماعی را بیشتر میکند و چنین جنایت ها چنین رفتارهای ناسالم در جامعه افزایش می‌یابد. در چند پیش خبر دیگر هم بود که از تاجیکستان با بعضی صحبت میکردیم، میگفتن در دهات هم دزدی گاو و اینها زیاد شده است که واقعا خطرناک است و این برای کشور ما میتواند که پیامدهای بسیار ناگوار داشته باشد. یعنی رشد جنایتکاری، رشد دزدی و یعنی واقعا مشکل است برای آینده ما. خوب است که به فکری راه چاره درست باشد حکومت ما، زیرا با منع کردن نمیتوان همه چیز رو درست کرد، با فشار با تهدید نمیتوان همه چیز رو درست کرد و امیدواریم که یک تیم سالم فکر در حکومت پیدا شود و برای این مشکلات یک راه حلی درست پیدا کنیم. یعنی مثل اینکه در تعامل حکومت با صرافان دیدیم که موقع حکومت واقعا اشتباهی بوده است و ما امروز عواقب این عمل اشتباه را هم صرافان بیچاره و هم خود حکومت احساس میکند و هم در برای مردم در عموم احساس میکند. یکی از خبرهای اخیری ما این است که وزیر ذخیره‌های آب و انرژتیک پاکستان روز 11 میانبر به تاجیکستان میآید و واقعا هم اگر نگاه کنیم کشور پاکستان در تابستان که به مشکل برق واقعا دوچاری مشکلی هست و میخواهد از تاجیکستان این مشکل را جبران بکند و ما برعکس تاجیک ها در زمستان مشکل داریم. یعنی میتوانیم که ما با این تبادلی باشد که از اون به فایده تاجیکستان باشد و واقعا هم اگر ما بتوانیم این فسادکاری این امتیازدهی نادرست رخ ندهد، ما اون نیروگاه‌ها را تقویت بکنیم، این نیروگاه‌ها بروند و ما میتوانیم که از پاکستان و افغانستان فایده های خوبی به دست بیاریم در برابر دادن برق، خصوصا در تابستان که این کشورها در تابستان نیاز بیشتر دارند به برق. برای همین انشاءالله امید داریم که چنین رفت آمد وزیرها سبب شود که این ملت تاجیک که اینقدر با مشکلات دچار است حداقل کمتر شود این مشکل. امیدواریم که دیگر ما درباره تقای سویدکش ترانه نشنویم، درباره یک
وضعیتی بهتری زندگی مردم ترانه بشنویم. ولی از این هم میترسم که ما تاجیک ها خیلی مهمان نواز هستیم، نشود که باز در همین تو زمستان هم راضی شوند طرف تاجیکستان که برق رو به پاکستان لیتیه که از این چند ساعت برق داریم از این هم محروم شیم. دوستان گرامی این بود برنامه بازچگب، برنامه خودتان. خدا حافظ تا بازدید.